تمام یعنی راویایی که امروز در همین محفل سخن میکنند همش ای پرم استاد نصرالدین نصرالله زنده باشه بازت خسته نباشه. دوستان عزیز یک بار یک توی در این خانه مبارک باشد. از می که همه یاد دوستان که بختر اگر نامشون نگیرم که دل جگری ما را میخرن یا عزیزان دل سلام، عزیزان دل پیام مردم تاجیکستان شما پیر و برنا که امروز در این خانه مهمان این خانه هستیم با همتون سلام و درود و میخوام سراول جشن مردان مبارک باشد. خواهش میکنم قرصک برای رادمردای وطن یعنی برای شهر بچه های تاجیکستان یک قرصک زیبا زنا باید قرصک هم قرصک مولای خونه که آخی ایدی به معنی یک گم ایدی خونه ایدی به معنی ایدی با معنی روزی 8 مارت لیکن زنا یک گم میگم همه ایدی همه 22 فوریه کو ایدی واقعا ایدی زنا برای که شاعرم به دنیا آورد زن قهرمانم به دنیا آورد زن پرزیدنتم به دنیا آورد زن ای مردم هر کس برای مادر خودش یک قرصک زیبا یک قرصک بالا قرصک میزنه. انا یک گپ دیگه انا که توی در این خانه مبارک باشه اکه بختر از نام خودم از نام تمام یار و دوستا اکه فیروز جان که جا شیر اکه فیروز جان در سیما اکه فیروز جان تمام خش تبارا را اینای برادر عزیزم اکه اهل دین برادر عزیزم این اکه سید احمد اکه فریدون اکه سنجان حالا می بهروز شبچه نازنین بهروز فراموش نشونده بزم جمشیدی توی داماد عروسی از نام اینای امید برادر عزیزم قدم رجا کردم از نام حاجی بیبی زنده باشه دعای نیک مدد دادن مبارک شه باشه بزم جمشیدی توی در این خانه مبارک باشه. اهمیت داماد نیست بهروز اسم میره این یکون بار زن گرفته است این اکه فیروز جان مبارک باشه. ما صمیمانه شما را تبریک میکنیم از تمام گوشه و کنار دنیا هنرمندا دعوت شده میان ما کوتاه که گپ بزنیم که هنرمندا خیلی و خیلی زیاده لکه سرجم شده ما امروز در توی اکه فیروز خوش آمدید میگوییم با توی فرهناز و بهروز بیا یک قرصک زنیم برای اهل اکه فیروز روی این پایانداز برای داماد و عروسی بناز مردم همه آمدن ای خودی ملکی درواز میزنیم یک قرصکی ساز میگه گردینی بزرگ نداری حواسی دختری درواز مخور مبارک باشد اکه فیروز جان به اهل شما ما شکرانه میکنیم که با شما برادر هستیم نان نمکفر هستیم توسط سید احمد جان خود و برادر گرامی قدر به این دو نوجوان شیرینی حیات خدا از اینا شما را صاحب نویره کند با نبیرکا تای پپو شوند و خرسندی شما عزیز زیادتر شوند. همه میمانو از آن اکه فیروز جان از آن خدای مهربانشون خوش آمدین در خانه شما هم توی شد دخترکا شکرن بچه ها زن بگیرن کسی را دوست میداره با دوست داشتش برسه کسی بخیلی میکنه اصلا کلون ایران بزنه اینم تنگیم بزنه شد. فیروز جان همه شما را هم دوستایی مبارک بود کنیسته مثلا چنانچه بگن مادر فرشته بود اما بال و تر نداشت در سیمای حاجی بیبی معلمه عزیز خارکای گرامی قدر حسن جان فریدون جان الهی شما همه میمونو را خوش آمدید میگم اکای غیرت شورا خوش آمدید همسایه عزیز خداهای گرامی قدر همش خوش آمدید میگیم داماد عروس مبارک باد میگیم که دیر باز همچون جوانهای مجرد این لحظه ها را انتظار بدن میمونان گرامی اگر رنجیش نباشد یک قرصک به افتخار عروس و داماد میزنم قرصک بال اکه بختیار کن تو اکه بگه که همین با پیروز شبچه نازنی که در زندگی همیشه احترام کنه آیلش پدر و مادره شخصا برای من در زندگی زیباگی زن مهم نیست باید برای همین پیروز جانم در زندگی زیباگی زن مهم نباشه همین زیباگی زن مهم نباشه انشاءالله که در زندگی برکت ببینه که همین خیلی چی مهم باشه تصویر جان همین در زندگی زیباگی زن برات مهم نباشه همین سمی که نباشه تمام زن اگر آتش نمیشد خام میمانده ما نارسیده باده در جا میمانده ما زن اگر ما را نمیبخشید عمری بردوام بی تخلص بی نسب بی نام میمانده ما یک قرصک بزنیم به افتخار زن همین زن اگر آتش نمیشد حالا ما مردکا 3-4 زنی نگرفتیم انا بسوخته برای هوای خداوند زن همچون آتش آفریده و بگذار همین شادی و خرسندی به این خاندان آمده که شمالش به تمام تاجیکستان و افغانستان وزد در همه جا شادی باشد خنده باشد چه میگم سرود و موسیقی باشد و بار دیگر توی مبارک باشد به همه ما و شما
چون کاروان هنرمندا بسیار هستند ما ای بر گپ زدیم میبریم. خب دوستان عزیز نوبت را با صوت نوا با بزم بازی با رقص بازی میدیم زیری کف کنیم های بردوامی شما دوستان عزیز این لحظه همین لحظه و همین ساعت باز دعوت بگه برای صحنه هنرمندی شناخته محبوب آوازه‌دار ناتکرار اشتراکی در فستیوال آزمون‌های بین المللی در شهرهای ریال و بارسلونا اسپانیا، لاس وگاس امریکا، بوئنوس آیرس آرژانتین، فستیوال جوانان در شهر فرغانه جمهوری ازبکستان، فستیوال آزمونی بین المللی در شهر الماتای جمهوری قزاقستان، گالاس آسیا توسط آوازی آسیا هنرپیشه ناتکرار هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان شهید نظریان به افتخارش میزنه شما حافظ خوش انا بگو تازه به تازه نو به نو چند بزن ترا نگو تازه به تازه نو به نو سری کفکبه های شما صاحب نظری رو برای شما دعوت میکنیم در همین میدان زیبا همه اولاد از فیروز و از برادرها از تمام خویشتوار از اهل‌دین همه کسا یک بس دوستان داماد هم سبقا و هم صفا خلاص همه پیر و جوان برعکس دعوت میکنیم چون که این لحظه ها یک غنیمت است. بگذار خاطر ما ماند و بگذار این شادی و سرور بار دیگر مبارک باشد به نزدیکان و پیوندان خلاص به تمام میهمانان. تشکر میگیم حالا به اکای نصرالله در هر کی جای باشی نگهبان خدای تعالی یک کسک دستا بالا و اکای نصرالله خداداد محفل میکند آباد در بزم عروس و داماد خاطری ما را کردی شد انا ما رفتیم سری تبرود در زیر چرخ گردان نام شما غنیمت افتاده خیستان ها